هی اگه بدونی لباسات از چی ساخته شدن دیگه نمیپوشیشون. خوش اومدید به یه برنامه دیگه گرین اسکوپ. قبل از اینکه بریم سراغ ادامه ویدیو مطمئن باش که دکمه سابسکرایب رو زدی تا ویدیوی بعدی ما رو از دست ندی. بزن بریم. تا حالا فکر کردی لباسات از چی درست شده؟ شاید باور نشه اما بیشتر لباسایی که ما میپوشیم جنسشون از پلاستیکه و پوشیدن اینجور لباسا یعنی کمک به نابودی محیط زیست. حالا بذار بهت بگم چطوری. بیشتر لباسا از پلی استر، نایلون و آکریلیک ساخته شده که همگی مواد پلاستیکی و غیر قابل تجزیه‌ان. و وقتی ما این لباسا رو میندازیم تو ماشین لباسشویی یا به صورت دستی میشوریمشون، میکروپلاستیک‌های تو طبیعت رو توی آب آزاد میکنن. اگه نمیدونی میکروپلاستیکا چیه، یه ویدیو قبلا راجعش ساختم، نمیدونم این ور یا این ور براتون میذارم که برید ببینید. یکی از مشکلات دیگه ای که صنعت مد و لباس و هر چیزی که به مد مربوط میشه داره به طبیعت میزنه استفاده از چرماست. خیلی از لباسای لوکس، کیف‌ها و کفش‌ها از چرم و پشم حیوانات ساخته میشن، اما نه هر چرمی. توی بعضی از این موارد این چرم‌ها از حیوانات در حال انقراض مثل ببر و مارالا به دست میان که این موضوع دامن میزنه به انقراض خیلی از گونه‌ها. این پوست‌ها و اعضای بدن جانورا به راحتی از طریق بازارهای غیرقانونی به دست و داره به انقراض گونه‌ها سرعت میده. حالا مشکل سومی که صنعت مد ایجاد میکنه تولید زباله است. طبق گفته انوایرمنتال پروگرام صنعت مد سالانه 92 میلیون تن زباله تولید میکنه. این یعنی چیزی حدود 1 میلیون تن زباله در روز. و شاید فکر کنید این مشکلات به همینجا ختم میشه، اما صنعت مد با آب هم ضرر میزنه. و یه چیز دیگه ای که مد ایجاد میکنه اینه که بعد از یه تایم یه سری کالکشن جدید به وجود میاد و اون لباسای قدیمی، کیف و کش و هر چیزی که مربوط به مد میشه دور ریخته میشه و طبق آمار 95% لوازمی که توی مد تولید میشه پس از اومدن کالکشن جدید به زباله دنیا میره و باعث میشه که زباله‌ای زیادی تولید بشه. به این چرخه‌ای که تونتون کالکشن‌های لباسا عوض میشه، هر برندی توی هر فصل و هر موقعی یه کالکشن جدید میده، بهش میگن فست فشن. تو سال 2022 طبق گفته فشن رولوشن صنعت مد 10% تولید گازهای گلخونه جهان مسئوله. حالا میرسیم به بخش راه حل. به جای اینکه انقدر دنبال مد و فشن باشید که تونتون لباسای جدید عوض کنید و اینا، لباسایی که دارید استفاده کنید تا موقعی که قابل استفاده است. سعی کنید لباسی هم که میپوشید از جنس پلاستیکی نباشه تا به طبیعت هم کمتر آسیب بزنه. و همینطور اگر هم از چرم استفاده میکنید، از چرمایی استفاده بکنید که ساخته حیوانات در انقراض نباشن. و در کل لباسا و کیف و کفشای استفاده کنید که خیلی پایدارتر و طول عمر بیشتری دارن. در کل خرید کمتر و کمتر حمایت کردن از فست فشن باعث میشه که زباله‌های کمتری تولید شه و محیط زیست آسیب کمتری ببینه و همچنین گازهای گلخونه‌ای کمتری تولید شه. لایک، شیر، سابسکرایبتون نره. خوشحال میشم ازم حمایت کنید. ساب و لایک شما باعث حمایتم منه، باعث دلگرمی من میشه و من میتونم بیشتر محتوا براتون تولید کنم. پس ممنونم. مرسی و تا یه ویدیو دیگه خداحافظ.